هلو گاز بچه ها، حالتون چطوره؟ من ایم فری هستم و میخواستم بگم که خوش اومدید به چنل خودتون و میخوام بگم که من تازه شروع به فعالیت کردم داخل یوتیوب و درخواست دارم از شما که کمک کنید، حمایت، ساب، کامنت، لایک اگر خوشتون اومد ویدیو و حالا غیره و کمک خواستید، درخواستی داشتید داخل کامنت ها بنویسید، حتما جوابتون رو میدم. و میخوام بگم که داخل این چنل که زدم تازه شروع به فعالیت کردم، کلی برنامه داریم، کاستومای جایزه دار و حالا غیره، با هم دیگه بریم دوه، کلی خوش گذرونی و حالا برنامه دیگه و ممنون میشم اگه از ویدیو خوشتون اومد حمایت کنید. خداحافظ. حال دلم رو برانی دامنم عشق کن اگه میتونی خوب بخوابی، یه شیر گیر افتادم تو تور ماهی. پیک ریمیکس، BBC ریمیکس. یه روزی از روزای خیلی دور آرزو داشتم تو رپ گنده بشم خیلی زود. روزا گذشت و معتاد شدم به کلمات و مواد، ولی کسی بهای عرقامو نداد. شهرت لعنتی بهم غرور میداد، فقط غرور منو عوض میکرد و هدفمو خراب. دیدم از آسمون بلا فرود میاد همش، رپ بازم شده بود مثل سرطان هوا. هرچی پیش رو میره بالا رضا میاد پایین، همه بهم میگن که به دکتر نیاز داری. مرضات درست نمیشه با گیاهخواری، این توهمات مال آمفتامیناست دایی. 2 ساعت قبل خواب باید برم تو رخت خواب، پر از ظلام و این چیزا میکنم رنگ ما. میشم یه منگ گاو و میزنم چنگ به خاک، روانم پاک میشه میزنم تو خط راک. من یه معتادم، معتاد به رپ و جمله، معتاد رفتن مستقیم روی خط کهنه، پر از درد و غصه مثل عصر جمعه. یه گوسفند با نقاب که توی صحنه گمه. سر به روی هنوز تو ضبط ماشینم هایده میخونه، یه چیزایی هست که فقط آینه میدونه. قضیه فرق کرده یکم با قبلنا، حرفامو دیگه نمیگم با کفترا. جنگ با بهش راه سختیه ولی میریم، مشکلا خیلی وقته که قدیمی دیدیم با خیلی چیزای جالب و بد. البته عادی شده این چیزا پره دور من، یه دیوار شده فکر تکه بهش بده که این بار میگه بهت که حتی واسه گفتم. من دارم تا وقتی که زندم، حتی وقتی مردم. تو خالی بندی مثل سگ، منم گوشامو بستم. دروغ مال توه، بشنو حقیقت و از من. بس میخونم که صدام رفتنی نیست، هرچند دیگه روی بوم خونه کفتری نیست. هر بار توی دلم یه چیزی بوده، پس تا وقتی که بگم تو میری تو بس، فردای تو تو دستای من، ولی منو نمیفهمی تو، پس واسه من خیلی جالبه. توی سالا هیچی نبودم ولی الان همه